ترای نازنین، مادرای مهربان، سلام. خدا کنه صحت و سلامت باشین. ما اینی روز دوم است که مویای ما لشم است و ما هیچ چیز تمام روز ما در کار بودم بسته بود میایم. خواهم تو خوب صحیح اینم تو پونی تل دم بسته بود. خانه اومدم که انوزام اینم تو فلت و جلادار. دیدی اطلس واره. ما چی استفاده کردم؟ در چند ویدیوی پیشترم براتون یادآوری کرده بودم. مگم بازم براتون میگم جان جگر. ما که میایم ششتم اردوش اینم تو دو بغل روی من داختم. کلش کتری پاک خشکش کردم. اینی را سپری کردم. Color wow. Extra strength. این بیخی یک تریتمنت است براتون. و خدای نسای که تمام روز ما میایم بسته بود. اوکی؟ یک جلایی که می کلگی امروز از ما پرسان کرد که چی میزنید میای تازه چی میزنید میزنید. ایره شما انتای فریز کو اما یک جلا اما یک لشم مقبول میمونه ترک بود میاد ریپاک کتش خوش کو کمکه ایره خوب سید کل میاد سپری کو سپری بلو درایر بگی یا اما تو میتونی ببانیش یا بلو درایر بگی خشکش کو whatever you like. من بلو درایر گرفتم خود دیروز صبحی وقت دیروز و بعد از او فلات ایرن بگی لشمش کن. من چی استفاده کرده بودم اینی را خب یاس فلات ایرن خلاصه اینی اما تو خوب صحیح منظم برای 3 الی 4 شامپو میایتان انوزام فریزش نمی باشد میتون خب فریزه تکر میکنه یعنی یک تریتمنت است برات میتون دایی میتونی همچنان میایت قاط کنی اوکی سبا ما قاطش میکنم و من لینکش در اینجا بر شما میمونم در رکشاگک نارنجی میتونی سرش پچک کنی و اینو میتونین شما به دست بیارین اوکی they have it on TikTok shop و به بسیار قیمت مناسب اینا میتونین شما ایره به دست بیارین جان جگر و میایتونم اینا از ما که بهتر خوبتر کاکتر معلوم بشه. Love you guys.